خونه مادرت رفتی که از کی پرسیدی؟ سیوم مراتب شما با تو گم میزنم که به اجازت من از در خونه نبرو. مرا گوش کن. اگر یک مراتی دیگر میبینم به اجازت من از در خانه بیرون میشوی میدونم که با تو چی کار کنم. مرا گوش کن. مادر و پدرت یک بار تو رو گم نمیزند که شوهرت رو پرسیده آمدی یا نه آمدی. السلام علیکم دوستان عزیز، ثبتی رولیک های کوتاه هستیم. این تنها یک حالت رفتی نوار بود. امیدوارم که شما لایک و کامنتر و پادپیساسیا رو فراموش نمیسازید، دستگیری رو نیست. همچنین در اینجا قرار دارد اکتریسای با زینه های صنعت قدم میموندگی و میخواهد که پیشرفت کند. بانو دلنازه یکان چی گفتنی هستی؟ گفتنی هستم که همه پیشروی هایی که میکنیم تنها برای شما هستند. در کامنتر یا نوشتن رو و اینچنین لایک رو فراموش نکنید. همه این ویدیو و رولیک های ما تنها برای شما هست تماشاگران عزیز. و اینجا قرار دارد برادر عزیزیمو دهقان بچه برحمش یک نقطه بس است. حالا کی فهمید مرد؟ فهمیدم. سلام عرض میکنیم به همه شما بینندگان سامانه یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک، هر چیزی که باشد به همتون سلام. خدا خواهد بهترین رولیکو در پیش است، فقط انتظار باشید و تماشا کنید. موفقیت. اونجا قرار دارد اکتریسای بهترینیمو سمانچا قانشاندند و لویق جون و نفری که همه چیزی ما رو ثبت کرده در رول های بیرحمی بازی میکند با شما نشون میتیم. برادر عزیزی ما بدرالدین خولوف. یعنی چی گفتنی نیستی؟ چی گفتنی برادر؟ هر نفری که تماشا میکنه همین نوار را قدر میکنه. اگر که بخوایی که هم خیلی رولیک های تربیوی و بهترین در سطح عالی پیشکش نگرده، فراموش نکنی حتما دستگیری میکنی. لایک، در کامنت یک سخنی خوب و پادپیساسیا در کانال رو فراموش نکنید. زنده باشی بدک جان.